اول میوه هایی رو که میخوایم لواشک باش درست کنیم میشوریم و میذاریم بپزه. من هلو و سیب ترش رو انتخاب کردم. 2 لیوان آب بهش اضافه میکنیم، 2 قاشق نمک میذاریم خوب بپزه. وقتی که خوب پخت و نرم شد هسته هاش رو جدا میکنیم. تا اینجای کار اگه دوست داشتید سابسکرایب کنید تا آموزش های بعدی رو هم بتونید ببینید. هسته و پوستش رو کامل از هم جدا میکنیم. توی یه سینی پلاستیک بند میکنیم و روی پلاستیک میریزیم. خوب پهنش میکنیم تا همه جاش یک دست و یک نواخت بشه و بعدش میذاریم تا خشک بشه. حدود 2 روز تقریبا طول میکشه تا خشک بشه. الان اینجوری نرمه نگاه کن. نرم شما هم درست کن. نه